الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که پنجمین خلیفه اسلام کی بودند؟ بارک الله فیکم. البته 4 خلیفه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم معروف هستند که اولشون ابو بکر صدیق، دومشون عمر ابن الخطاب رضی الله عنه عمر الفاروق، سومشون عثمان ابن عفان عثمان ذی النورین رضی الله عنه، پنجمشون علی ابن ابی طالب رضی الله عنهم اجمعین هستند و پنجمینشون این حسن ابن علی هستند. قول راجح همین است که حسن ابن علی پنجمین خلیفه اسلام هستند که تقریبا خیلی که ابن کثیر رحمه الله میگن تقریبا 6 ماه حکم کردند و خلیفگی کردند. و البته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میگویند خیلی که امام ترمذی در سننشون و امام احمد ابن حنبل در مسندشون روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن سیکون بعدی الخلافة 30 عاما ثم يكون ملوكا، یعنی بعد از من 30 سال خلافت می شود و بعد از این پادشاه ها می آید، ملوک می آید. بعد از این اداره ملکی می شود. ملوک یعنی پادشاه ها، ملک. پس بارک الله فیکم، این حدیث دلالت می کند که 30 سال بعد از رسول الله این سال خلیفگی هست و خلیفه به منهج رسول الله، چخیلی که در حدیث دیگر آمده است خلافت علی منهج النبوه، خلافت ابو بکر صدیق، عمر ابن الخطاب، عثمان ابن عفان عثمان ذی النورین و علی ابن ابی طالب و حسن، اینها خلافتشون منهاج نبوت 100% بود و بعد از این ملوک می آید. وقتی که می بینیم ابو بکر صدیق 2.5 سال، عمر ابن الخطاب رضی الله عنه 10.5 سال، عثمان ذی النورین 12 سال یا که 12.5 سال و علی 4 سال و 9 ماه و حسن 6 ماه، همه این رو جمع کرد 30 سالی کامل می شود. این 30 سال خلیفگی بود و اینها خلفای راشدین بودند. اما بعد از این ملوک می آید، خیلی که ابن ابی العز حنفی یا که دیگر از علمای اهل سنت در جماعت ذکر کردند که اولین پادشاه ملک، این اولین ملکی که اومده است این معاویه ابن ابو سفیان رضی الله عنه است. اما آیا منهج معاویه رضی الله عنه در دولت داری در تحکیم قرآن و سنت دیگر بود مگر آیا قرآن و سنت ترک کرد؟ نه، اعوذ بالله من ذلک، نه. البته ابن تیمیه رحمه الله میگویند که منهج اداره معاویه رضی الله عنه تشابه 100% ملکی نبود، تشابه به ملکی بود، تشابه به پادشاهی بود، نه 100%، بلکه تشابه به پادشاهی داشت. اما به عدل و به حکمت و به موافق شریعت حکم کردن معاویه رضی الله عنه بهترین و بهترین دولت رو داشتن. یعنی حکمشون همه دولتشون دولت قرآن و سنت بود، اما تشبیه به حکمت ملکی بود. برای همین اولین ملکی این امت رو میگن معاویه رضی الله عنه است. اما بعضی از علما گفتند که عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله یکی از ملک های این امت، این خلفای پنجمین است که البته این قول ضعیف است. قول صحیح حسن رضی الله عنه است. اما حکومت معاویه رضی الله عنه و عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله، این حکومتاشون بهترین حکومت و بهترین دولت داری و اینها حاکمان عادل و راشد معروف بودند. معاویه عادل و راشد رضی الله عنه و حکومت داری عمر ابن عبدالعزیز، خود عمر ابن عبدالعزیز عادل و راشد معروف بودند رضی الله عنهم اجمعین. پس از این سخن فهمیده می شود که پنجمین خلیفه این حسن ابن ابی طالب رضی الله عنه بودند که 6 ماه